برابر چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودمون تایفور. من هستم تایفور از کانال خودمون تایفور. من هستم سبر خسته اینجاست. یو لوگو بتمن سی. خب بس ما امروز اومدیم بریم به ویدیوهای قدیمیمون ریاکت کنیم. خب ویدیوهای جالبی هستش که به نظر من خنده دارم. قبل از اینکه بقیه ریاکت برم خودم ریاکت برم که حالا بالاخره یه سری افراد نیان سوء استفاده کنن از اتفاقات. خب ولی من برای عشق خونی شما دارم میگم. من الان دقیقا بعد از همون ویدیو هیتی که دیسک روستی که کردم کیان کلینو همون ماسموسیری بود چی آقالاف خرسی اومدیم سر این ویدیو. انرژی مونم نمیخوام از دست برم پس بدون معطلی بایی رو بریم سراغ ویدیو. ببین من وقتی کسی رو دارم شروع گفتم خب رونالدو جامم بپره وسط بگی سی. خب میدونم یکم زیادی توقع دارم ولی خب بالاخره ایده های من میخوای برآورده کنی دیگه. حاجی کلش میخوام ادیت بزنین مثلا من نشم 5 دقیقه به نگاه کنم. میخوام کاری کنی ویور بشین ویدیومو نگاه کنه عشق کنی. چرا تا شب طولش بده تو حاجی من این کلاه سنجی اون زیر میز بود برای کار تولد فکر نکنم برای کمی چند سال پیش بود که گذاشتیم رو سرمون برای تولد و این دیرمون زیر افتاده برداشتمش. سلام برای بچه حاجی کاین اون موقع اینقدر نو بودم کاین مستر این گوشه بود. اینطوری من تایفور هستم و امروز قراره بریم بازی به نام اسپانج باب گرانی. خب چرت ردش کن داره رو خورده. حاجی این ادیت فرال نبودم ادیتو ببین حاجی که میشه گرانی باب اسفنجی. آقا بذار یه توضیح بدم. این یه گرانی تنها اینو تو یوتیوب تو کروم سرچ کردم یه عکس گرانی اوستای بنا اون روز توی زبونم افتاده بود. نمیدونم چرا داراش هم این بغل رو تخت خوابیده بود داشت من رو نگاه میکرد ویدیوهاش خوشم میدید. بعد حاجی طبقه پایین مامانم زنگی داره فشار میداد. من فکر میکنم دارم اون برنامه میکنن و سر زنگیدر شبیه چیزه زنگیدر ما شبیه دریله و اینم یه باب اسفنجی که بله ادیت در حد فاقور المپی. حاجی دمتم گرم. پاتیکشو من بخورم. پاتیکو خوردم گرانی هم غیب شد. وای حاجی پاتیکو خوردم گرانی هم غیب شد. وای برنامه تو فراری از برنامه. اوکی فالو کن بیبی. یعنی باب اسفنجی پاتیکو خوردم باب اسفنجی مون الان باب اسفنجیش تنها با گرانی. بابا اینم یه باب اسفنجی تنها. اینا رو قاطی کنیم میشه اسپانج باب گرانی. خب بریم حاجی ببینیم چیکار می‌کنی. خیلی تبا چیکار جالب. ببین جون اومدیم شما چه حالی میکنیم؟ 100 تا دوست دختر دارم. حاجی این میدونی برای چی بود این قصه جون چه حالی میکنی؟ حاجی رفته بودیم چیز با دوستمون با همین کسرا اینا. خب بعد اونجا کسرا گفت 5 ویدیو رو برات دادید رایگان میزنم. خب من از این 50000 میدم. منم 50000 رو می‌خواستم پس برم به خودش که ادیت بزنه. خب اون زمان ارزون بود الان باج گرفته رفته بالا سگ هار شده. به آخه چالش گذاشت منم جلو سرد حاجی وای اون بغلیامون داشتن بهمون میخندیدن این سگ خیلی بود. خب برای بچه بریم سراغ ولی نمیدونم چرا ادیت نداشت کلی این ویدیو. کمی خنده الان نمیدونم گرانیه. اینا که حالا برش کن در حال گیم هم اگه میخوان کامشو ببینیم نریم ببینیم بهتره. حاجی من اون موقع برای نبودم گرانی نمونی کامشو اینجا از شدن فشارم بود. خب حاجی دیوری که ایدرم این گوشه بود. چیه؟ چه گوشیه؟ او اون زمان خیلی ترند بود. خب بعد آخر ویدیو هم پشتنه این ویدیو رو داریم حاجی پشمتون میریزه. ادامهش
خب بچه یه لحظه این ویدیو ببینین. این ویدیو تایتلش چی بود؟ فالوورش فیک، فشار خوردم بعد یارم از آپارات رفت، چون واقعا فیک بود. رفت جدی رفت این کانال جدید زد و منم تو کامنت خوب گذاشت اینا. من اینجا داشتم تزیین میگفتم بغزم نمیرسید، دنبال این بودم که ویو مفت بگیرم. بعد چطوری من تایفال هستم نت تموم شد. خب بچه نت برگشت، ما هیچ چیز نداریم، نت فریزایی گرفتیمش کنیم. دیسکریپشن ویدیو هست که اینم حاجی خیلی اسکل بودم اون زمان، خیلی اسکل بودم. الان یکی میاد کامنت میذاره الان اسکلی نبودم. داخل دیسکریپشن ویدیو هست. حاجی بذارینم تو دیسکریپشن چی گذاشتم. لینک کانالش میذارم تو کانال. 35 هم لاک گرفته پشما. ارور 404. چرا؟ چون کانالشو پاک کرد سر من. بالاخره قدرت میده. بچه با سطح تلاش نفیروزهی اونقدر کارساز نبود، مجبورشم کیفیت بیارم لش حاجی اینجا هید داره بود، اسمیش صفایی نمیدونم چی بود. با ورم کنه ایوون تا نمیدونم حاجی اینجا کارمستی رو برداشتم. حاجی فهمیدی چیز توی این صندلی نمیاد بالا، با من خودش میاد بالا. اینجا کاین مستر برداشته شد، با هزاران تلاش کاین مستر رو برداشتم. فهمیدین چقدر من گنگ بودن رو اینجا فهمیدین. اینجاست تنها ادیتی هم که بلد بودم، تنها ادیتی که من بلد بودم همین بود دیگه. ببین برای ادیتور بنده یه سی اینجا گذاشته رو نمیدونم چیه. خب تنها ادیتی که بلد بودم. این ویدیو مجازات حسن و کسرا بود که کسرا بعدش ادیتورم شد. فلفل تند حاجی فقط بریم ببینیم فقط چیز انیه. انتقام اینو من ازش گرفتم آخر سر گیم نت. حاجی میدونی قراره چی شد؟ منو وسایل را ول کردن. خب منو وسایل را ول کردن، گفتم برو خونه خودت راه بلدی. بعد من بلد نبودم، نزدیک 1 ساعتم راه بود تا خونم. خب بعد الان اینطورم میدونم داریم وسط گم میخوره. ببخشید معذرت خواهی میکنم، ولی من رشته کلومم فوش ندم از این میره. فوش نیست، بی احترامی خفیفه. خب چی میخواستم بگم از بین رفت. ببین نمیذاری فوش بدم. قضیه چی بود؟ منو ول کردن رفتم حاجی. برای 1 ساعت تنهایی رسیدم خونه. بعد اون رفته بود دوستش رو رسونده بود خونه. بعد من نرسیده بود، با اینکه اون دوستش خونه‌شو بلد بود من بلد نبودم. 2-3 بار گم شدم. منو برده بودن یه جایی که اصلا نمی‌دونستم قضیه چی به چیه. 2 ساعت راه رفت، 1 ساعت راه رفتیم رسیدیم خونه. بعد دیدم کسا داره پیام میده تا رسیدی تا نرسیدی چی شد تا حالت خوبه. بعد حاجی اونجا من اصلا به فکر نرسیده بود، یهو به عقلم اومد چی؟ وقت انتقام این موقع است حاجی. همین ثانیه یادم اومد چیکار کردم. خودم رو جای بابام جا زدم، جای مامانم فکر کنم، جای بابام یا مامانم یادم درست نمیاد. خب جا زدم، گفتم کسا پسرم با شماست، هنوز نیومده خونه، انشالله با شماست. بعد کسا میگفت نه خاله فرستادیمش داره میاد تو خونه. پسرم گفت تو خونه نیست. من گفتم تو خونه نیست. بعد حاجی کسرا با هم مهدی رو که مهدی بهتره بگیم داخل ویدیو گیم نت رفته بودیم باش گیم نت، مفاری هم زیاد کرده بود حاجی. کسرا خب با مهدی با مامانش اومده بود تو کوچه خیابون، کوچه به کوچه شانه به شانه. مامان مهدی با خود مهدی اومدن تو خیابونه دنبالم، خود کسرا هم تو خیابونه دنبالم بود. من نمیدونستم. بعد نیم ساعت کسرا به وایس خاله هنوز نرسیده. بعد حاجی زنگ زدم بهش، دید من دارم حرف میزنم. بعد داستان رو باید تعریف کردم. زنگ زد به مهدی مامانش فردا خیابونه اومدن خونه حاجی. فردا تو مدرسه اصلا با ما حرف نزدن. البته که بالاخره انتقامه 72 فالوور داشتم. دروغ میگه اصلا کانال نداشت، ولی هر روز استریم کردم. خب من پول آوردم. خب آقا اومدیم بیرون. استاد تو کامنت ها بنویسید. بچه‌ها فوش داره شنیده ویدیو میگیری تو خود برداشتی.
حساس تو بار بشین یه سلبریتیه که حریف نداره. خب بچه بریم ادامه ویدیو داستان تعریف بریم. بچه از اینجایی که من باید کیفیت کم کنم حاجی، نت خیلی ضعیفه. پیازم تموم شد پیاز نبود حاجی دروغ گفتن، تو انبار پر پیاز بنفش پیاز سفید بود، کوچولو، نه گنده بدمزه، اصلا وای نمیشد خوردش. و اصلا هم دوست نداشتم. حالا ندارم برم سر کوچه از همین بغل خونمون آره خیلی معلوم بوده. میشه پره. خیلی تنده. بریم ببینیم. خیلی کم میشه دیگه آقا معجزاته. کم ریخته بودم، خب بعد خورم نامردی یه سوزی دست وجدان گرفتم، دوباره بعد درستش کردم. درست شد. ببین من الان کیفیت بریم ویدیو هستی خیلی ببینیم خوبه. معلومه کیفیتش من الان کم من کردم. مزه کنم بدتر از همه اینه، نه باید یه رفعه قورتش بدم. چرا باید یه دفعه قورتش میدادم گو خوردم. حاجی آخرش کنش لیستم. میدونی چی بود حاجی؟ میدونی چی بود؟ واسه یه چیزی رو پیدا کنم. آها فلفله تون نبود. اینو براتون بیارم. فلفله داستان اینه که تون نبود. فلفله خب براتون نکته کنم. فلفله داستانش این بود که مثلا فکر کن 10 تا از اینا رو بکنید تو دهنت. نه اینا نه. یه چیزی بهتر، نه یه چیزی بهتر تعریف میکنم. دیدی میرین من دیدی چوب بستنی میذارن تو دهنت، میکشن دهنت پایین. فکر کن 10 تا از اون چوب بستنی رو گذاشته باشن، 5 دقیقه کشیده باشن پایین چیزا زبونو. فکر بد نکنید. آره دیگه تون نبود اصلا. بعضی تونی رو بررسی کردم، ولی حاجی اگه این اون موقع بود اینطوری میکردن. یا الله آب نبود حاجی، چیز بود یه ماده شوینده بدمزه، یه انرژی بدمزه بود. آب نبود حاجی، فکر کردم آبه. نه آفتابی نه محتابی نه ابری نه مشتری. حاجی این ویدیوی درخواست ایدور بود که برش کسر اومد با هم. سلام برای چطوری من تا سلام برای چطوری من تایپ هستم. امروز اومدم به شما بگم که نیازمند یه ادیتور هستم برای ویدیوم با حقوق 100 تا 100,000 تومن برای هر 3 تا ویدیوم، که چون که من روزی 3 تا ویدیو آپلود میکنم. داستان 3 تا ویدیو برای قدیم بود، برای سال پیش کلاس 5 وقت آزاد بود. نه الان که کلاس 8 خب وقت آزاد بود. الان نهایت هفته 4 تا آپلود میتونم بکنم. اوکی مای بیبی. خب و این 3 تا ویدیو رو حداقل 2 هفته طول میکشه ادیت کنم و گم میخوردم. 2 هفته طول نمیکشه، نهایت 20 دقیقه 30 دقیقه طول میکشید. این 2 هفته که طول میکشه آقا من باید توشون ویدیو 2 دقیقه بذارم که آقا مثلا باگ‌های آپارات 2-3 تا دیگه هم بوده ولی خب راست میگه حاجی. باگای پاره من 20 تا پارت 10 تا 15 تا پارت گذاشته بودم، 30 تامون فقط 50 تا پارت همون باگای آپارات با چیز بود. وای حاجی خوابم یه بدجور. ولی من مستم. ادیتور یه آهنگ با این آهنگم فر بده دیگه. ولی من مستم، مست قشنگیای تو. باتری آب مدنی باتری آب مدنی. دارم آمادش میکنم. دارم آقا یه باگ پیدا کردم ولی اومدم ویدیو رو بگیرم خوابیدم، فرداش درست کردم دیگه باگر رو نتونستم ویدیو رو بگیرم. ولی در حال گو خوردنم باگر رو اشتباه پیدا کرده بودم. خب آقا نیازمند ادیتور هستم و حقوقشم اگه کارش چه ببین نیازمند ادیتور هستم. اینو میدونی که گرفتم دقیقا بعد از مجازات. درنم خوش بود حاجی. کامنتاشو چیز کردین، یه ویدیو شورت هم گذاشتم. بابا ناموسن حاجی
کل چیدم بازی کنم روبیکا رو کلی شخص ادیتوره. آفتاب مشتاق کرده در این دنیاره. بچه خب ببین الان من برم اولین ویدیومو نشونتون برم. از الان خواهش میکنم که پرتاب شدم بیرون. از الان خواهش میکنم که لطفا خودتون نرین ویدیو رو ببینید. با حاجی اینو ببین ناموسن. این بود فکر کنم. آره همین بود. دقیقاً همین عروسک تو ویدیو بود. در حال مسخره بازی بودم. سر 44 تا هم بازی. حاجی ناموسن این چیه؟ چطور خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. من طایفه هستم و امروز قراره بریم حاجی خیلی سرم کولیچی بوده ناموسن. این ناموسن خیلی کولیچی بازی بوده. سوال جواب کنیم با یه موجود بازی سوال جواب. اینجا دارن حرف میزنن من دارم گم میخورم. ادیتور محترم بعضی از فوشا رو سانسور هم میکنه. بله و هر کی که سوالات کمتری دوستان خواهش میکنم نرین این ویدیو رو ببین. دازده اتفاق خوبی نمیفته. بابا اتفاق خوبی نمیفته. چی از زیر میزه رو بردم. من حاجی این کار رو فکر میکردم باحالم. فکر کنم مثلا اینو در بیاری از زیر میز. نه این نه آدامس خرس مامان آدامس خرسی. اونایی که نمیدونن چرا به میگن مامان آدامس خرسی ویدیو بعدی یا قبلی رو نگاه کنن. نمیدونم کدوم زودتر بذارم. خب ببین اینو در بیارم تکون بدم. خلاصه بامزه نبود. کسی رو بارد. شروع کردیم. خب اول حسن بده. خب در حال گوه خوردن هستیم. نبینیم بهتره حاجی. خواهش میکنم حاجی احساس کنم اومدیم تو این فضا حسال خوبی نمیده. اونجا اصلا انرژی بالا بود. اصلا ربطی نداره من الان 14 ساعت نخوابیده شون هیچ ریدم توش. اصلا به این ربطی نداره که 18 ساعت نخوابیدم. ولی به لطف ادیتور مهربون این کم انرژی بودن حس نمیشه. مگه نه میگم مگه نه. درسته راست میگم. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خواهش میکنم که ویدیو قبلی رو نرید ببینید. ازتون خواهش میکنم لطفاً. و تا ویدیو بعدی خدا یارو نگهدارتون. وای دهنم سرویس شد حاجی. دهنم سرویس شد حاجی. اونورم اینجا دهنم گرفتم گفتم سرویس شد. وای حاجی گند زدم. دوباره این قسمت بذار دوباره خداحافظی کنم. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت دنبال فالو فراموش نشه. برای بعد میخوام خداحافظی رو آقا ادیتور مهربون نمیذاره که احساس شه. مگه نه میذاری احساس شه. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینور امتره اونور بدتره. پس یه پای شکسته. تا ویدیو بعدی خدا یارو نگهدارتون. میخوام الان میرم تو موقعیتی که باید انجام بشه. خب یه لحظه ببین موقعی که من میخوام از زیر میز بیام بالا یه کوروش انجام داده اشکال. میخوام از این تو بیام بالا. مثلا پارت بیام بیرون از این میز نیام بیرون. میفهمی چی میگم؟ مثلا من الان اینجا نشستم بقیه دارن ویدیو میبینن ولی تو ویدیو انگار رفتم دوباره همین ثانیه خودم دارم نشون میدم. مثلا من دارم این ویدیو رو گرفتم بعد مثلا داخل این ویدیو وارد این صحنه میشیم. میدونی چی میگم؟ حاجی واسه تو آینه من معلوم باشم خفن بشه. الان من تو آینه معلومم. نه معلوم نباشه. بریم 3 2 1